بعضی مردها از داخل افغانستان هر روز زیر پستای ما از غیرت و ناموس برم درس میتن. حالا کجا هستین؟ چرا حتی یک کامنت در برابر طالبان نشته نمیکنین؟ غیرتتان فقط در برابر زناست؟ امروز زنان افغانستان در زندانهای طالبان به سر میبرن و هیچ کسی نیست که به دادشان برسه و همه نظاره‌گر هستند. نگذارین که این همه ظلم عادی سازی شود، چون فردا نسل‌های بدی در همین تاریکی بزرگ خواهند شد و ما مسئول هر ظلمی خواهیم بود که امروز در برابر از او سکوت میکنیم. امروز تنها مسئله زنان نیست، مسئله شرف، وجدان و مسئولیت یک ملت است. اکنون زمان انتخاب فرا رسیده تا میان سکوت و مسئولیت یکی را انتخاب کنیم.